این تصاویر دوربین مداربسته است. میدونی برای اینکه تو تحقیقات دست پلیس نیفته چه کسایی واسطه شدن؟ فقط من و مادرت اینا رو دیدیم. نگاه کن. اونجا بود نه؟ نه 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 من چی کار کردم؟ چی کار کردم؟ چی کار کردم؟ چی کار کردم؟ تو و ساواش برای چی با هم بحث میکردین؟ هیچی بحث نمیکردیم که. ببین بهت گفتم که وقتی از ساختمون اومدی بیرون دیدمت. چی میگفت بهت؟ مثلا چی؟ مثلا حرفی گفت که ذهنتو به هم بریزه؟ نه. چرا مثل پلیس ازم بازجویی میکنین؟ ببین اون بچه یعنی ساواش مناسب شما نیست. مناسب کیه؟ دوست ندارم سوء تفاهم برات پیش بیاد، اما ساواش بچه‌ایه که یکم مشکلات داره. ازش فاصله بگیر، اینجوری برات بهتره. از این به بعد دیگه باهاش کاری ندارم. نگران نباشی. خوبه باشه. مراقب خودت باش. باشه. صدای اونو قطع کن دیگه. تو چت شده؟ نمیتونم بهت بگم. به هیچ کس نگفتم. یه جورایی رازه. الان زوده که بخوام بگم. باشه هر تو راحتی. پری خیلی بی تفاوتی ها. ببین بهت میگم اما به هیچ کس نباید بگم. تو داری رازداری و به من یاد میدی؟ من و امره با هم دیگه ایم. ببخشید چی؟ متوجه نشدم. میخوای با زیرنویس بگم؟ من و امره عاشق همدیگه هستیم، یعنی رابطه داریم. ببینم خود امرم خبر داره یا من باید بهش بگم؟ آخرین باری که آنلاین بوده ساعت 3 شب بوده. تیکه آبی هم نخورده. اصلا نمیدونم بیدار شده یا نه. چطوری عزیزم؟ خوبم، تو چطوری؟ صبح بخیر برای کوچولی شیرین. مامان دیشب حرفی نزد؟ وای یواشکی وارد خونه شدم. علی که رسون ما رو ترسیدم ما رو دیده باشه یا نه، اما دیگه حرفی نزد. نمیدونم هنوز تنبیه دارم یا نه. از ترسم نمیتونم بپرسم. فعلا برای خودم نمیارم. خوبه. ببینم تو چی کار میکنی؟ چرا به پیامم جواب نمیدی؟ تلفنم داخل تو شارژ بود ندیدم، ببخشید. امره میخوام یه چیزی بپرسم. وقتی
وقتی من زنگ میزنم رو گوشی چی مینویسه؟ مینویسه سرین زنگ میزنه. یعنی هنوز اسمم سلین سیوه؟ خب باید چی سیو میکردم ها؟ آخه من تو رو عشقم سیو کردم از وقتی وارد رابطمون شدی. تو چی گفتی جانم؟ یعنی من حرف بدی زدم؟ مشروقه ها اینطوری نمی کنن؟ به هر حال بگذاریم، بعدن راجبش حرف میزنیم، فعلا کاری نداری؟ امره چطور برخورد کرد با این قضیه؟ به تبریک گفت؟ ببینم تو داری منو مسخره میکنی؟ صبح بخیر دخترم. از شوهر خواهر خبری نیست؟ وای یعنی بهت گفته؟ خیلی دیوونه است. پس دیگه راز نیست، انگار همه فهمیدن. نه مگه امره چی باید بهم میگفت؟ فکر کردم دارین شوخی میکنی. تو واقعا فکر میکنی امره عاشقت شده؟ تو داشتی حرفای ما رو گوش میکردی فوزو؟ من دیگه نظری ندارم. میدونی چیه آخه وقتی میشنوم امره عاشق شده یه خود برام خنده داره. انقدر بخند تا بترکی. اصلا برام مهم نیست که چی فکر میکنه. میخوای رفیق چندین سالمو بهم بشناسونی؟ دخترین امره است. چرا انقدر مطمئن حرف میزنی؟ چون به رابطمون مطمئنم، ما عاشق همدیگه هستیم. ببین اینقدر نگو، ما واقعا نمیتونم جلوی خندمو بگیرم. با نفهمی واقعیت عوض نمیشه. اگه تو و کسایی که اطرافت هستن به این عادت کنن خوب میشه، چون ما با هم دیگه ایم. توی کابینت قالب بود خانم. از صبح تا حالا با پروانه و قلبا بدون خستگی کلنجار رفتید. راستش من اینجوری بیشتر دوست دارم. این پروانه مادره، اینا بچه هاشن. متاسفانه همشون حیف میشن. آخه اهل خونه خیلی با شیرینی میونه ندارن. پس شیرینی های این خونه هم تقدیرشون مثل ماست. چی گفتین عزیزم؟ جونم شیرینی زنجبیلی. میدونستم. پس اینو میدمش به تو. اینم برای تو. خیلی داغه. چطوره؟ سینی از 2 بیشتر شدن. شیرینی هم با شکل مختلف درست شدن. سرین جان میخوای اول بخور بعد حرف بزن ها؟ اتفاقی بی سابقه. حتی وقتی خواهر نازلیم از خونه فرار کرده بود 2 سینی درست کرده بودی. مامان کی تو رو عصبانی کرده؟ ای بابا از هر چیزی حرف درست میکنین. زاهد خانوم بی زحمت برای ما یه سبد و یه زیرانداز آماده کنید. ممنون. چشم خانم البته. انگار اومدن پیکنیک. عمدن این کارو میکنه. مثلا میخواد بگه من خیلی قویم و میتونم حرفمو پیش ببرم. ولی قراردادو امضا کرد، حتی اخمم نکرد. آیا رعنا یادته سویلای چطور همه جا رو به هم ریخته بود؟ یادت kalkmıştı. خودت هم سری قبول کردی. خب من اون موقع خیلی عاشق احمد بودم، یعنی چشام هیچی نمیدید. نقطه مشترک بین تو و سویلا این بود که به پول نیاز نداشتین. اما اون و دختراش